مدخل إلى طلب العلم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزی ما درس 17 است از کتاب دروس البلاغه و موضوع امروزی ما علمی بیان است. ما از اول وقتی که شروع کردیم بلاغه را به 3 قسم تقسیم کردیم، بگیم به 3 علم تقسیم کردیم که چی بود؟ علمی معانی بود یکم، و علمی بیان و علمی بدیع. و از این 3 قسم ما از یکم شروع کردیم علمی معانی را و به آخر رساندیم الحمدلله. علمی معانی را ما گفتیم که به 8 قسم و 1 خاتمه در متن اساسی ذکر کرده است، اما در کتاب ما ایره در 6 باب آورد. در 6 باب آورد که این 6 باب ما چی بود؟ یکم خبر و انشا بود، دوم ذکر و حذف بود، سوم تقدیم و تأخیر بود، چهارم قصر بود، پنجم فصل و وصل بود، ششم ایجاز، اتنا و مساوا. گفتم که نسخه ما بعضی چیزها را کوتاه کردگی بود، یعنی که درباره تعریف و تنکیر نیاورده بود و درباره اطلاق و تقیید، یعنی که 2 تا باب ذکر نکرده بود. همچون خاتمه در خاتمه هم خیلی گپ‌های زیاد بود، خیلی چیزهای ضروری بود، اما به چه سبب بگیم که شارح چکو کرده است از متن ایورا برداشتگی است که گفتیم شرح ابن عثیمین است رحمه الله. اکنون ما در قسم دوم مگذاریم، یا اینکه بگیم در علم دوم مگذاریم که علمی بیان است. و علمی بیان به 3 قسم تقسیم می شود و یکم درباره تشبیه می خوانیم، دوم درباره مجاز می خوانیم و سوم درباره کنایه. در اینجا گفته است که البیان علم یبحث فیه عن التشبیه والمجاز والکنایه. بیان علم است که بحث کرده می شود در او درباره تشبیه و مجاز و کنایه. اما این چی است؟ این قاعدهش نمی باشد. در شرح ها قاعده ذکر میکنم برای قاعده خاص، یعنی که یک علمی است که شناخته می شود با او، یعنی داخل کردن و که وارد کردن یک کلمه را یا که داخل کردن یک معنا را به طریقه های گوناگون برای واضح شدن. یعنی از همه رای آسان بگیم قاعده برای علمی بیان چی است؟ یعنی رسانیدن یک معنا با زیاده از یک طریقه، یعنی که به چندین طریقه تا اینکه واضح و روشن شود. از همه قاعده آسان و روشن واضح همی است که رسانیدن یک معنا به طریقه های گوناگون برای واضح و روشن شدن. اما اگر معنای لغویش بگیریم بیانه چی است؟ الظهور و الوضوح، یعنی ظاهر و واضح بدن بیان میگن. اما اینجا یک تقسیم کرده است، این تقسیم علمی بیان است که گپ درباره چی می رود؟ درباره تشبیه و مجاز و کنایه. پیش از اینی که در تشبیه شروع بکنیم باید که ما 4 چیز بدانیم. مشبه چی است و مشبه بهی چی است و وجه شبه چی است و ادات تشبیه چی است. خب یکم میگیم که مشبه یعنی که تشبیه کرده شده. خب مشبه بهی یعنی که تشبیه کرده شده با او. خب وجه شبه چی؟ یک صفتی است مشترک بین مشبه و مشبه بهی. ادات تشبیه چی است؟ یک ادواتی است که ما با او با واسطه او تشبیه میکنیم که این چی بوده میتوند؟ کافی تشبیه میتونه باشد، کأنه باشد، یا که مثلو باشد، یا که مثل همینا. این 4 چیز دانستن بسیار ضرور است برای فهمیدن این درس. میگه که التشبیه الحاق امر بامر فی وصف بادات لغرض. تشبیه یعنی مانند کردن، داخل کردن چیزی به چیزی در وصف است با ادات برای یک غرض. الحاق امر چی است؟ میگه که والامر الاول یسمى، امر یکم نامیده می شود. همینجا گفت که داخل کردن چیزی، همین چیزی چی است؟ گفت که چی است؟ والامر الاول یسمى المشبه، همین الامر مشبه است. بی امرین چی است؟ و الثانی مشبه بهی،
داخل کردن چیزی به چیزی یعنی چی بوده است؟ داخل کردن مشبهه به مشبهه بهی. و همچون هر دیره چی میگن؟ هر دیره همچون طرفین میگن. وقتی که طرفین میشنیدین قصد چی است؟ مشبهه و مشبهه بهی است. یعنی داخل تشبیه چی بوده است؟ داخل کردن مشبهه به مشبهه بهی فی وصفین، در وصف. مراد از وصف چی است؟ گفت که والوصف وجه شبهین، وصف وجه شبه است. وجه شبه گفتیم یک صفت که چی است؟ مشترک است بین مشبهه و مشبهه بهی. خب والادات، ادات شب خیلی گفتیم که کاف است، کأن است، مثل و دیگر. خب انا از مثال میزنم ان شاء الله در مثال با خوب واضح میشه. العلم کالنور فی الهدایه، علم مثل نور است در هدایت، یعنی در راهنمایی. خب در همین جا العلم چی است؟ العلم مشبه است. مشبه گفتیم چه؟ تشبیه کرده شده. ما علم تشبیه کردیم، ما علم مانند کردیم. با چی مانند کردیم؟ کنوری با مشبه بهی. مشبه چی است؟ یعنی تشبیه کردن با او یا تشبیه کرده شده با او. ما علم با چی تشبیه کردیم؟ با نور. یعنی علم چی است؟ علم مثل چی است؟ علم مثل نور است. خب دو تا شید. سیمون چی است؟ وجه شبه یا صفت مشترک بینش. خب انا میگه فی الهدایتی، در هدایت. همین وصف چی است؟ همین وصف فی الهدایه است، یعنی در راهنمایی وصف کرده است که مثلا نور، چراغ، روشنایی. در هدایت راهنمایی چی است؟ مثلا یک جا میری شبانگاه تاریک است، چه برای چراغ میگیری؟ چراغ یعنی که همون راهی تاریک برایت روشن میکند. همین خیلی ما علم و چراغ و نور تشبیه کردیم. گفتیم تشبیه کرده شده مشبه است با چی؟ با نور. انمی وصف یعنی در راهنمایی مشترک است بین چی؟ بین مشبهه و مشابهی. پس چی نامیده می شود؟ وجه شبه. انا اعدادمون کدام است؟ اعدادمون کاف است. گفتیم که کن نوری، یعنی که به مثلی، کافی تشبیه است، به مثلی چه نور است در راهنمایی. خب انا که باز خودش واضحه همین گپای ما را باز میاره. العلم میگه مشبهون، یعنی تشبیه کرده شده است، یعنی ما او را مانند کردیم. با چی مانند کردیم؟ و نوری مشبهون بهی، یعنی که این تشبیه کرده شده با او هست، یعنی علم با نور تشبیه کردیم. و الهدایت وجه شبه، و هدایت چی است؟ میگه وجه شبه است، یعنی که وصفی است که بین هر دوش مشترک بوده است. و الکاف و ادات تشبیهین، و کاف ادات تشبیه است. خب میگه که و یتعلق بالتشبیه ثلاثه مباحث، و تعلق میگیرد به تشبیه سه مبحث. یعنی که ما در سه مبحث درباره علمی تشبیه میآموزیم. یکم چی است؟ میگه که الاول فی ارکانه، یکم درباره رکنهای تشبیه، رکنهاش کدام هستند. و الثانی فی اقسامه، و دیام قسمهای تشبیه کدام هستند. و الثالث فی الغرض منه، و سیام درباره غرضهای او، یعنی با چی غرض ما تشبیه میخوانیم. غرض منه یعنی که غرضهای تشبیه. اکنون مبحث یکم ذکر میکند. میگه که المبحث الاول، مبحث یکم فی ارکان تشبیه، در باب رکنهای تشبیه. ارکان تشبیه اربعه، رکنهای تشبیه 4 تا است. یکمش چی است؟ المشبهه. دویمش چی است؟ والمشبه بهی. و اینا گفتیم چی میگن؟ طرفی تشبیه. میگه و یسمیان طرفی تشبیه. و سیمون وجه شبه، و چهارمان ادات، یعنی ادات تشبیه. خب در دامش میگه که وجه شبه، از وجه شبه شروع کرد، یعنی که درباره طرفی تشبیه سخن نگفت. طرفی تشبیه را گفتیم چی است؟ یعنی دو طرف تشبیه، این مشبهه و مشبهه بهی در نظر داره. اصل و رکن همین است. اما در شرحی که ما خواندیم درباره‌اش هیچ سخنی نکرد. ما هم شرحش نمیکنیم، هم قدر میگیم که چی هست تقسیم می شود به حسی، به عقلی و مختلف. یعنی که ما گفتیم اصل چی هست؟ همین طرفی تشبیه گفتن مشبهه و مشبهه بهی. یعنی که میتونه که مشبهه مثال معقول باشد و مشبهه بهی چی محسوس باشد، یعنی یتش عقلی یتش حسی. یا اینکه میتونه هر دوش عقلی باشد، یعنی مشبهه مشبهه هر دوش عقلی باشد، یا هر دوش محسوس باشد. یا همچون گفتیم چی هست مختلف میآید، یتش عقلی یتش محسوس میاد. کسایی که به شرح شموس البراعه میخوانند ان شاء الله که در این باره خوب گفتگی است و مثالای زیاد آوردگی است.
مشبهه و مشبهه بهی را فهمیدیم. اکنون وجه شبه چی است؟ میگه که هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. وجه شبه چی است؟ میگه یعنی یک صفت خاصی است که اشتراک طرفین یعنی مشبهه و مشبهه بهی در همون مقصود است. یعنی قصد متکلم همی است که باید که بیان بکنه در یک وصف مشبهه به مشبهه بهی شریک است. یعنی وجه شبه چی است؟ یعنی وجهی که همو شبه همو علم به هدایت بیان میکند. در جا گفت که در مثال یعنی مثال نزد است، فقط چی گفت؟ الهدایتی العلمی و نوری. یعنی مثال چی است؟ العلم کالنور فی الهدایتی. یا اینکه دیگه مثال میتونیم زده میگیم که زیدون کل بحری. زیدون مشبه است، کاف اداه تشبیه است و بحر مشبه بهی است و همو صفت خاصی که همو اشتراک طرفین در متکلم مقصود گرفتگی است چی است؟ بحر است. یعنی که زید چی است؟ مثل بحر است در سخاوت یا که در کرم. اکنون رکن چهارم کدام است؟ ما گفتیم من ارکان تشبیه 4 تا است. رکن چهارم ادات تشبیه است، میگه که هی اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كالكاف وكأن وما في معناهما. یک لفظی است که میگه دلالت میکند به معنای مشابه و مانند چی؟ کاف و کأنه. کاف و کأنه ای ادات تشبیه است، اما ادات تشبیه باز دیگرام هست. گفت که و ما فی معناهما و همان ادات های تشبیه که معنای همی کاف و کأنه داشته باشند. ما اینا رو میتونیم که به 3 قسم جدا بکنیم، یعنی که ادات تشبیه حرفی و فعلی و اسمی. در حرفیش همی کاف کأنه است و در فعلیش میتونیم که بگیم که مثلا یشبه، یحاکی، یضارع، یماثل. و همچون در اسمیش میتونیم بیان بکنیم که مثل یا که شبیه یا که مماثل یا میتونیم مشابه یا مثیل یا نظیر، یعنی زیاد هستن. اینها را چکو کنیم همچون ادات تشبیه استفاده کنیم. اکنون در جای قاعده دیگه بیان میکند و قاعده بسیار مهم است، یعنی که فرق بینی چی هسته کاف و کأنه. میگه که والکاف یلیها المشبه بهی. یعنی وقتی که ما کاف استفاده بردیم کل اسدی کل بحری، یعنی که همون مجروری که به کاف میشود همون چی هسته؟ مشبه بهی است. بخلاف کأنه میگه فیلیها المشبه. پس آن چیزی که ما بعد کأنه میآید یا که از نگاه نحوی بگیریم که اسم کأنه چی هسته؟ مشبه است. یعنی عکس بده نمیتونه که اسم کأنه مشبه بهی باشد و ما بعد کاف چی باشد؟ مشبه باشد. نه، بعد کاف مشبه بهی می شود و بعد کأنه مشبه می شود. مثال میگیم که انت کالاسدی فی الشجاع، یعنی که محمدون کالاسدی فی الشجاعتی. در همینجا محمدون چی است؟ مشبه است و کاف اداه تشبیه است و الاسدی دیجا مشبه بهی است. برای چی؟ برای که بعدی کاف آمد. فهمه؟ اگر بگیم که کأن محمدن بحرن یا کأن محمدن اسدن، در اینجا محمدن چی می شود؟ مشبه می شود. خب برای که بعد کأن آمد انا اسدن یا که بحرن چی؟ مشبه بهی می شود، یعنی که عکسی کافی جارقتی. وازی مثال میخونیم، یعنی که شعر مثال زده است، در اینجا با خشوتر و واضح‌تر میشه انشاءالله. در شعر ما چی است؟ کأن الثریا راحة تشبر الدجى لتنظر طال اللیل ام قد تعرضا. مثل که یا که گویا که ستاره ثریا شبیه به کفی دست است. راحتون به معنای چی است؟ پنجه دست یا که کفی دست میآید، یعنی شبیه به کفی دست است که چی؟ میگه تشبر و دوجه، یعنی مشابه می باشد، مانند می باشد به شب تاریک. دوجه یعنی که شب تاریک. لتنظر طال اللیل ام قد تعرضا، تا اینکه نگاه بکند. ما اینا چگونه ترجمه کنیم از کلمه پیشینه که راحتون. اگر راحتون رو معنای کفی دست بگیریم یعنی که تا نگاه بکند که شب طولانی است یا اینکه کوتاه. اما اگر راحتون رو معنای پنجه دست بگیریم تا اینکه وجب بکند که شب طولانی است یا کوتاه.
موضع شاهد متوجه چی است؟ یعنی که بعد کأنه گفتیم چی هست؟ مشبهه میآید. ما تشبیه کرده سیم همین ثریا را به چی؟ به راحت، یعنی به کف دست یا به پنجه دست. این راحتون چی است؟ مشبهه بهی است. خب قاعده را گفتیم که بعد کأنه یعنی اسم کأنه بگیم چی است؟ مشبهه است و بعدش مشبهه بهی است. اکنون برای کأنه باز یک قاعده مهمی دیگه میگذارم، میگه که و کأنه تفید تشبیه اذا کان خبرها جامدا. کأنه افادهگری تشبیه می باشد هرگاهی که چی باشد؟ خبرش جامد باشد. یعنی در همین جا دقت بکنید که کأن ثریا راحتون، خبرش کدام است؟ راحتون است. ثریا اسمش است. راحتون چی است؟ آیا مشتق است یا اینکه جامد؟ البته که جامد است. در این حالت ما فهمیدیم که معناش معنای تشبیه بوده است. به همین خاطر چی ترجمه کردیم؟ مثلی، مثلی ستاره. خب اما اگر چی باشه میگه و شک اذا کان خبرها مشتقا، و افادهگری چی است؟ شک است اگر که خبرش مشتق باشه. نه و مثال میگه که انک فاهمون. که انک فاهمون یعنی که گویا کی، مثلی کی، یعنی فهمیده هستی، یعنی انسانی با فهم هستی. یا میگیم که ان زیدن عالمون، هم گویا کی زید عالم است. در شرحش میگه که یعنی که برابر است که چی اسم باشد چی فعل باشد. یعنی میتونیم که کأنک تفهم فعل است، چی فعل باشد چی اسم باشد، یعنی که از مشتقات باشد. یعنی به معنای چی است؟ اظنک فاهما. نه کأنک تفهم یعنی که چی اظنک فاهما. یا یکی میگه کأنک قد علمت هذا الشیء، یعنی که هذا ایضا للظنیه، میگه همچون برای چی است؟ ظن است، یعنی گمان. یا اینکه شک، گمان، شک، هر چی است. خب در دامش چی میگه؟ میگه که وقد یذکر فعل ینبی عن التشبیه، و گاه ذکر کرده میشد فعل را که خبر میدهد از تشبیه. یعنی که در اصل همین فعل بگیم معنای چی را تشبیه ندارد. به مثال چی میگه؟ اذا رأیتم حسبتهم لؤلؤا منثورا، یعنی در همینجا فعل حسبته است. حسبته در جوانه چی است؟ یعنی ظننتهم. در اینجا بگیم که در اصل حسیبه معنای چی را تشبیه حمل نمیکنه. در اصل به معنای چی می آمد؟ یعنی افعال قلوب بود، به معنای شک می آمد. اما اینجا چی به معنای چی آمد؟ یعنی خبر داد از تشبیه. خودش معنای تشبیه ندارد اما خبر میتید از چی تشبیه. این از کجا میفهمیم؟ یعنی چی را از چی خبر میتید؟ یعنی آیت مقابل چی است؟ و یطوف علیهم ولدان مخلدون. همین ضمیری که هست حسیبتون به کی برمیگردد؟ به ولدان برمیگردد. یعنی که و یطوف علیهم ولدانون، به ولدان برمیگردد و یعنی که خبر از تشبیه داده است که چی هست؟ همو ولدان یعنی خدمتگارای جنت به چی تشبیه کیسه است؟ به لؤلؤی منصور تشبیه کیسه. این لؤلؤ چی است؟ خبری حسیبته است اسمش. یعنی ما میدونیم که تا وای میگیره حسیبه افعال قلوب است، تا مفعول میگیره. در اینجا چی است؟ اسمش همی ضمیر است و لؤلؤا منصوران چی است؟ خبرش است. اما ما از کجا فهمیدیم که معنای تشبیه داد؟ یعنی که خبر از تشبیه داد. از اینجا فهمیدیم که چی است؟ ما نمیتونیم که خبر به مبتداش یعنی مستقیما حمل کنیم. یعنی که اگر که از همین جای هم در اسم ظاهر بمانه بگیم که الولدان لؤلؤ منصور، مبتدا خبر، چون که اصل در مبتدا خبر میداره. الولدان چه لؤلؤ منصور. این معنی نمیتونه یعنی که همون خدمتگارای جنت چی هستن؟ نمو دردانه های پراکنده هستند. نه، در اینجا حتما باید که چی ادات تقدیر باشه که کل لؤلؤ، مثل زیدون اسدون. یعنی قصد چی است؟ زیدون کل اسدی، یعنی که باید که ادات تشبیه در جهت چی باشد؟ مقدر باشد. به همین خاطر مستقیما معنای تشبیه نمیتیه. قاعده چی گفت؟ یعنی که خبر از تشبیه میدید. در دامش میگه که و اذا حذفت ادات التشبیه و وجهه یسمى تشبیها بلیغا، و هنگامی که حذف کرده شود ادات تشبیه و وجه شبه نامیده می شود تشبیه بلیغ. نحو و مثالی وجعلنا اللیل لباسا. در اینجا لیله چی است؟ مشبهه است و لباسا مشبهه بهی است. اما ادات تشبیه و چی
انا وجه شبه در اینجا وجود نداره، حذف شده است. قصد چی است؟ ای کلباسی فی ستری. در همینجا وقتی که وجه شبه و عدد شبه که وقتی که حذف کردیم تشبیه چی میگیم؟ تشبیه بلیغ میگیم. تشبیه بلیغ اینه که بسیار در او مبالغه شده است. در همو تشبیه کردن بسیار مبالغه، مثل زیدون گفتیم چی است؟ کل اسدی. عدد تشبیه وجه شبه را میگیریم زیدون اسدون، یعنی ما چنون تشبیه یعنی مبالغه کردیم که زید مثل اسد گرداندیم، گویا که زید و شیر هر دوش یک چیز است، یعنی که در چیزش تشبیه کردن بسیار مبالغه کردیم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.